میشه رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه. میشه همراه شما پل بزنی از سیاهی به سفیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید. اولین سلام خودم رو در سال 1396 از برنامه همراه با شما عرض میکنم خدمت تک تک شما دوستان عزیز و یک بار دیگه سال نوتون مبارک باشه. امیدوار هستم که در این 8 روزی که از سال 1396 طی شده بهترین لحظات براتون بوده باشه، سال خیلی خوبی رو شروع کرده باشید و به امید خدا که ادامه دار خواهد بود و همراه با دوستان، آشنایان و فامیلتون بهتون خوش گذشته باشه. الان هم که نشستید پای برنامه همراه با شما و خوشحال میشیم که در 90 دقیقه آینده هم با ما همراه باشین. همونطور که میدونید برنامه همراه با شما پرسش و پاسخ به صورت پخش زنده است و میتونید در این 90 دقیقه آینده با ما همراه باشید. اگر سوالی دارید، نظری دارید برای ما بفرستید از طریق راه‌های ارتباطی که بر روی گیرندتون میبینید. از طریق شماره تلفن 2044 116 424 46 89 میتونید مستقیما با استودیو در تماس باشید. اگر سوالی دارید خوشحال میشیم که از این طریق بشنویم و همچنین از طریق شماره تلفن 2044 786 616 46 81 میتونید از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام اگر تلفن هوشمند دارین پیامک هاتون رو بفرستید. درخواست های دعاتون رو فراموش نکنید بفرستید، چون در آخر برنامه میخوایم برای تک تک شما عزیزانی که درخواست های دعاتون رو فرستادید در دعا باشیم. تا چند لحظه دیگه برمیگردیم با مهمان عزیزمون در استودیو. بله، خدا رو شکر میکنیم که یک سال دیگه ما در خدمت شما عزیزان بودیم، تونستیم که با هم دیگه یک سال دیگر رو پر کنیم و در برکت، در شادی، در سلامتی با همه بالا و پایینی‌ها و سختی‌هایی که در زندگی بود، اما تونستیم که به فیض خداوند تا به اینجا برسیم و خدا رو شکر میکنیم و دعامون برای سال آینده هم این هست که بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و به بهترین نحو شما عزیزان رو خدمت کنیم. همونطور که خدمتون گفتم مهمان عزیزی داریم در استودیو که میدونم خیلی از شما خوشحال میشید که ایشون رو ببینید. خیلی خیر مقدم میگم بهتون بعد ما یک بار دیگه هم نوروزتون مبارک باشه. بله، تشکر میکنم. منم خدمت خودتون این عید خوب رو تبریک میگم و همینطور خدمت همه شما بینندگان محترم و دوستان عزیز. بله، بعد در آمان یه سال گذشته. پیر شدیم؟ من که نه، ولی خب شما به نظر میاد پیر شدم خود نه. ولی خب بعد در آمان سوالایی بوده که از میگن از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتره. سوالایی بوده که در هفته های گذشته، بعضیاشون من فکر میکنم حتی مال چند ماه گذشته بوده. بله. که جمع آوری شده، نگه داشتم اینا رو تا اونجایی که میشه سعی میکنیم که اینا رو هم من از شما بپرسم، شما هم جواب بدید. اما بازم میخوام از دوستان عزیز در خونه، حالا اگه خونه هستید، اگه جای دیگه هستید، مهمونی هستید، باز هم میخوام تشویقتون کنم اگر همچنان سوالی دارید، نظری دارید برای ما بفرستید و چشم اگر فرصت بشه حتما امشب باز هم سوالات شما بهشون رسیدگی خواهد شد. اگه نه در برنامه‌های آینده فراموش نکنید از طریق فیسبوک همراه با شما هم میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید. از اون طریق هم میتونید باز برای ما مسیج بدید، یعنی پیامک بدید. به قول برادر آرمان به من میگن انگلیسی صحبت نکنید، مسیج البته همه میگن دیگه. پیامک بدید یا اینکه نظراتتون رو بدید. خب بریم سراغ اولین سوال. برادر آرمان عزیز میخوام از این سوال اول شروع کنم. آسون باشه. اتفاقا نمیدونم چقدر آسونه، شاید از این ور
به نظر خیلی آسون بیاد، از اون طرف خیلی سخت به نظر بیاد. خیلی در یک جمله خیلی کوتاه الیاس پرسید خدا کیه؟ خب من نمیدونم ایشون انتظار دارن چی بدونن. خب ننوشتن که مثلا برفرض میتونستن بنویسن در مسیحیت خدا کیه، ولی خب چون مشخص نکردن ما باید با همدیگه به کمک شما ما هم یه جواب کلی میتونیم بدیم. ولی خب خدا یکی هست در صورت برادر ما. چطور یعنی؟ یعنی خدا مگه غیر از یکیه؟ نه، منظورتون رو شاید خوب نه، نمیفهمم. شما میگین که در مسیحیت خدا کیه؟ بله، خیلی ممنونم. خب بالاخره هر دینی، حتی دین یهود که توی این کتاب مقدس ما هست و ما دین یهود رو قبول داریم به عنوان دین خدا و این کتاب‌های یهودی‌ها رو ما مسیحی هم کتاب‌های مقدس خودمون میدونیم. خب در عهد عتیق یعنی تورات و نوشته‌های انبیا و زبور داوود، خدا شاید به شکل خاصی مشخصی تعریف شده باشه و وقتی که خداوندگار ما مسیح اومدن ظهور کردن یه تعریف کاملتری از خدا ارائه دادن. پس وقتی من میگم که مثلا ایشون میتونستن بپرسن در مسیحیت خدا کیه، اصلاح میکنم، خیلی ممنون برای این تذکرتون، که تعریف خدا چیه در مسیحیت. یعنی ما مسیحا خدا رو چجوری تعریف میکنیم. خب به حال بین ما و سایر ادیان توحیدی این توافق نظر هست که خدا مشخصا طبیعتا خالقه. یعنی یک وجود همه چیز رو آفریده. یعنی ما به ثنویت یا دوگانه باور نیستیم که مثلا یک خدا پدیده‌های مثبت رو آفریده و یه خدای دیگه پدیده‌های منفی رو. نه، همونطور که اشعیا خیلی صریح میگه من یهوه صانع نیکی و بدی هستم. البته منظورش از بدی یعنی مثلا چیزهایی که به نظر ما بد میاد، مثلا عقرب و اینجور چیزها خدا میگه اینا رو من آفریدم. خب تاریکی خوب نیست ولی تاریکی رو هم خدا آفریده دیگه. یعنی به هر حال هر چیزی که در این دنیای مادی و دیدنی وجود داره و هر چیزی که در دنیای نادیدنی وجود داره، مثلا مثل فرشتگان و همه اینا رو یک خدا آفرید. به هر حال اینو ما توافق داریم با همه ادیان، اینکه خدا نیکو، مهربانه و در ضمن عادله و به خاطر عدالتش اگر شخصی به شرارت و طغیان سرکشی عمدی علیه خدا ادامه بده، ناچار اون شخص مجازات میشه. نه اینکه حالا بگیم خدا پدرشو در میاره، نه، اون هر کسی اون چیزی رو که کاشته درو میکنه. خب پس اینا رو ما میدونیم دیگه، لازم نیست بگیم، چون به حال همه ما که در ایران بزرگ شدیم، مدرسه رفتیم، خب تعلیمات دینی خوندیم و صفات خدا رو همه رو به حال حفظیم. ولی من اگر این دوست عزیزمون اجازه بدن، اون تعریف های مشخصی رو که واقعا مربوط به مسیحیته و حتی یهودی ها هم این مسئله از طریق موسی برایشون آشکار یا مکشوف نشده بود، گرچه به صورت قنچه در تورات و عهد عتیق هست، ولی در عهد جدید توسط خداوندگار ما مسیح کاملا مشخص شد و اون خیلی مهمه و اون اینه که در مسیحیت خدا پدر ماست، یه پدر دلسوز، پدری مهربان و این اصلا بسیار بسیار مهمه. مثلا در یهودیت، یعنی در شریعت موسی،
خب خدا و خدای خالقه و باید پرستیده بشه. گاهی اشاره شده که خدا مثلا قوم اسرائیل رو میگه اینا قوم اسرائیل پسر منه. خب یعنی ایده هست، این نظر هست، ولی در مسیحیت دیگه کاملا آشکار شده، طوری که مسیح در دعایی که به شاگردانش آموخت فرمود که شما در دعا اینطور بگید: ای پدر ما که در آسمانی. پس لازمه تصویر درستی از خدا داشته باشیم. اگر به خدایی اعتقاد داریم که خب متاسفانه حتی خیلی نه ولی بعضی از ایمانداران تصویر درستی از خدا ندارن، یعنی فکر میکنن خدا اون بالا نشسته با چماق، مثلا من امروز یه دروغ بگم یا یه غیبت بکنم، از خونه برم بیرون سوار ماشینم بشم، چی میبینم؟ چارچخ پنچر. بعد میگم ببین این مجازات اون غیبت منه. نه، ما همچین تصویری از خدا نداریم. البته اگر من دروغ، غیبت، کینه، دشمنی، تکبر تبدیل به روش زندگی من بشه، طبیعتاً این چیزی رو که کاشتم یه روز محصولش رو درو خواهم کرد. ولی از اون طرفی هم نیست که حالا خدایی داریم که از همه چیز چشم پوشی نه میکنه. مطلقاً. چون از اون طرف هم بعضی وقتا جا میافته و خیلی از ایمانداران فکر میکنن خب خدا میگذره. اینقدر مهربون هست خدا که میگذره. متاسفانه خب خیلی از ایمانداران این سوال براشون مطرحه، دیگه چه برسه به برادران و خواهران مسلمان ما که ممکنه فکر کنن که در تورات موسی و عهد عتیق، در تاریخ قوم اسرائیل، خدا یک خدای قدار بند انتقام کشه که هی میگه بجنگین. نه، اینطور نیست. در عهد عتیق هم خدا هم بسیار فیاضه، هی فیض میبخشه، و هم بسیار عادله. برای همین خدا روی کوه سینا به موسی میفرماد یهوه خدای دیرخشم و کثیرالاحسان که گناه را بی سزا نخواهد گذاشت. یعنی در یه جمله خدا تعریف شده. این در عهد عتیق. در عهد جدید هم عیناً همین رو میبینی و متاسفانه دوستان ایماندار مسیحی ما خیلی من شنیدم که میگن برادر چطور تو عهد عتیق خدا تا یه نفر گناه میکنه بلافاصله میکشه، ولی تو عهد جدید هی میبخشه. اصلا این تصور اشتباهه. اگر عهد عتیق رو دوستان بخونن خوب میبینن که نه، قوم اسرائیل چقدر سرکشی کرد، چقدر طغیان کرد، ولی خدا اینا رو بالکل از بین نبرد. حتی 600 سال پیش از میلاد مسیح که دیگه واقعاً یهودی‌ها بت پرستی و سرکشی رو به درجه اعلا رسونده بودن، خدا مجازاتشون کرد. یعنی اینا رو فرستاد به بابل، یعنی جنوب شرقی عراق امروز، و اینا 70 سال در تبعید بودن، ولی باز گفت من این مجازات رو محدود میکنم، به کلی از بینتون نمیبرم. خب این عهد عتیق. بعد این که در عهد جدید خدا مسیحی میبخشه، همچین خبرایی نیست. من یه مقاله کذایی نوشتم توی وبلاگ فکرسنی armanroshdi.com، فکر کنم عنوانش از خدای عهد عتیق یا خدا در عهد عتیق و خدا در عهد جدید نمونه آوردم به فراوانی، خصوصا از سختگیری های خدا در عهد جدید که از این خبرها نیست که خدا هر کسی رو هر گناهی بکنه ببخشه. نه، اتفاقا این نیست. پس این یه تعریف خدا پدری دلسوزه، میبخشه، ولی اگر ما گناه رو تبدیل کنیم به روش زندگی،
بالاخره چوبشو خواهیم خورد. بعد آرمان وقتی که میگیم پدر در عهد جدید خدا رو پدر یا پدر آسمانی خطاب میکنیم، خب این چه فرقی میکنه؟ چه نفعی داره حالا برای ما، یا اصلا این به چه معنایی هست برای ما که حالا خدا شده پدر ما؟ خب پدر صداش بله، من حالا نمیدونم بینندگان عزیز ما حتما به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته اونهایی که افتخار داشتن مثل بنده که پدر خیلی خوب داشته باشن، خب اونا میفهمن که وقتی ما میگیم خدا پدره چه تصویری تو ذهنشون مجسم میشه. اونهایی هم که متاسفانه پدر خوبی نداشتن، خب طبیعتا با این تعریف پدر از خدا مشکل درک بکنن. خب ولی امیدوارم اونها هم توسط کار روح القدس واقعا پی ببرن که خدا یه پدر دلسوزه. حالا ببینید شما مادری، خب منم پدر هستم، گرچه بچه هم دیگه بزرگ شدن رفتن دنبال کار خودشون، ولی من و شما بچه‌مونو به این خاطر دوست نداریم که زیباترین بچه دنیاست. حالا مال شما دخترتون حتما زیباترینه، ولی مال من خوب بد نیستن، متوسطن. باهوشترین بچه های دنیا هم نیستن، مطیع‌ترین هم نیستن. ولی با این حال اگر لازم باشه من کلیه که هیچی چشممو در میارم بهشون میدم. خب پدر یعنی این. و خدا وقتی پدر ما شده، این پدر برای همینه که کلیه‌شو در آورد که به ما بده. خب یعنی جیگرگوشه‌شو فرستاد. خب پس یعنی این فرمودین، پرسیدین پدر چه مزیتی داره؟ یعنی که هر کاری برای ما میکنه که ما هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند بشیم. خب مزیتش یکی از مزایاش اینه و توجه داره به ما، توجه نیک داره. برای همین مسیح باز من دوباره برمیگردم طبق عادت به موعظه بالای کوه، میگه نگران نباشیم که چی بخوریم، چی بپوشیم، کار اقامتمون چی میشه، یا تو ایرانیم 6 ماه دیگه مثلا صابخونه میاد مثلا رهن خونه رو میبره بالا فلان، چی کار کنیم؟ مثلا میگه نگران نباشیم. اگر خدا که پدر شماست حساب مردن یک گنجیشک رو هم داره، چقدر بیشتر نسبت به شما توجه داره ای سست ایمانان. پس نترسین، خودتون رو بندازید در آغوش این پدر. پس در پاسخ این دوست عزیزمون که خدا کیه، خب ما میتونیم تصویر رو که این کتاب از خدا داده بگیم که مهمترینش اینه که خدا پدری است دلسوز و اهل مدارا. من حالا از تجربه خودم بگم، من هر روز صبح که دعا میکنم با شکرگزاری که شروع میکنم، دومین سومین شکرگزاریم اینه که خدا رو برای فیض و رحمتی که به من داشته شکر میکنم و اضافه میکنم. حتی مواقعی که من علیه تو طغیان کردم و در باطلاق گناه بعد از ایمانم نه قبل از ایمانم، در باطلاق سرکشی فرو رفت بوتور بودم، تو با من مدارا کردی و با من مطابق گناهانم عمل نکردی و الا من الان هلاک بودم. خب این پدر یعنی این پدر دلسوز اهل مدارا، همونطور که شما نسبت دختر کوچیکتون مدارا میکنید. یعنی اگر بزنه مثلا بشقاب غذاشو بندازه پایین سهواً غیر عمدی، نمیگیرین کتکش بزنی. چرا؟ چون میدونید بچه است، باید مدارا بکنید. درست. مرسی، ممنون. بعد آرمان فهیمه عزیز رو داریم از اسپانیا بر روی خط. سلام فهیمه جان، سال نوتونم مبارک باشه. با درود و سپاس به شما سالی جون و برادر آرمان.
متشکرم. تبریکات سال نو و آرزوی سلامتی و پری روح القدس برای شما عزیزانم و کانال بسیار مفیدتون. برادرمان واقعا شما به قدری شیرین صحبت میکنید که آدم دلش نمیاد تلفن کنه قطع بشه صحبت شما. مرسی. من الان مجبورم برم زیر میز قایم شم خواهر. من خیلی از شما آموختم. لطف دارید. مرسی. میتونم از شما سوالی جون. برادرمان من یه سوال دارم، نمیدونم حالا شاید مسخره به نظر بیاد ولی مجبورم این سوال بکنم. من یه خانم 50 خورده سال هستم و 2 سال ایمان دارم، عاشق عیسی مسیح هستم. از اینکه میگم 2 سال ایمان دارم، حالا این داستان اینطوری شروع میشه. من از بچگی، یعنی از حالا بگیم اونجا که یادم از نوجوانی، همش و تا الان ادامه داره، همش خواب میبینم که شیطان به من حمله کرده در لباس انسان البته، ولی میدونم شیطانه. و من حتی اون موقع که من مسلمان بودم با صلیب من این شیطان رو میخوام از خودم دور کنم و هنوزم این خوابا ادامه داره. حالا من 2 سال پیش وقتی ایمان بودم و خوابامو مثلا معنی کردم که خب میخواستم قرار بوده که مثلا به عیسی مسیح شناخت پیدا کنم، ولی هنوز ادامه داره با اینکه 2 سال من ایمان دارم و یه مقدار بر سوال برانگیز شده برام که چرا این همش تو خواب من میبینم شیطان داره حمله میکنه و من با کتاب مقدس و یک سریع همش دارم از خودم این شیطان رو دور میکنم. تو رو خدای جواب رو من بدیم بردارم. من خیالم راحت بشه. بله. مرسی فهیمه جان، ممنون، تشکر از تماستون و سوالی که مطرح کردید. خیلی جالب بود. خدا نگهدارتون باشه. من یه موضوع فقط بگم که بارها من گفتم دوستان، شاید بعضی وقتا سوالاتی که مطرح میشه به نظر حالا خودتون یا حتی ممکنه بعضی از عزیزان خیلی ساده بیا یا مثلا سوال برانگیز نباشه براشون، ولی این به این معنا نیست که اون سوال بی اهمیت هست. بله. و برنامه پرسش و پاسخ برای این قضیه هست. بله. از حالا هر سوالی که باشه بالاخره تا اونجایی که من که قرار نیست جواب بدم، کارشناسا قراره جواب بدم، من میپرسم سوالا رو و معلمین عزیز هم لطف میکنن و جواب میدن. پس خواهشاً بفرستین سوالاتتون رو یا بپرسید. بله. و خدای نکرده کسی خجالت نکشه. بله. بله. بفرمایید. اتفاقا سوال فهیمه خانم بسیار هم جالبه. بله. و میتونه یا حتما سوال بعضی دیگه هم هست. بله. من در پاسخ باید این رو بگم که اولا خواب یه پدیده بسیار پیچیده‌ایه و دانشمندان هنوز نمیدونن دقیقاً چی میشه که ما خواب میبینیم و چرا یه خوابای مخصوص میبینیم. فقط میدونن که اگر یک چیزی، یک فکری، یه مشکلی ریشه عمیقی تو ضمیر ناخودآگاهمون داشته باشه، به احتمال خیلی زیاد این خواب به صورت تکرار شونده ظاهر میشه. من خودم این مشکل رو برای 4-5 سال داشتم. هر شب من یه خواب به خصوص یعنی کابوس میدیدم که خدا رحم کرد منو نجات داد از اون. حالا نکته دوم اینه که فهیمه خانم و سایر دوستان ما باید بدونن که همونطور که خدا با هر کدوم از ما به یک شیوه خاصی عمل میکنه یا از ما دلجویی میکنه، تفقد میکنه، به یه صورت خاصی یه هدیه‌ای به ما میده. منظور هدایای مادی نیست، هدایای معنوی. مثلا خب من میدونم بعضی ها عطایای روح القدس دارن که خب من هیچ وقت نداشتم. خب یا عطاهای مثلا سخاوت، تشویق. خب به همون ترتیبم هر کسی به شیوه خاص خودش مورد حمله شیطان قرار میگیره. و اینجا میرسم به نکته سوم که فهیمه خانم همه ایمانداران میتونن و حتما اینطور خواهد بود که نه همیشه
بلکه به هر حال گاه به گاه ما تحت حمله شیطان، مورد حمله شیطان قرار میگیریم. وقتی که خداوندگار ما عیسی مسیح آزمایش شد، شیطان بهش حمله کرد، پس چه برسه به ما؟ و متاسفانه خب وقتی آدم انجیل ها رو دقیق نمیخونه، تصور عمومی اینه که عیسی مسیح فقط تو اون 40 روز آزمایش شد. ولی اگر انجیل لوقا رو یا مرقس یادم نیست خوب بخونید، آخر اون قسمتی که وسوسه های آزمایش های شیطان تموم میشه، میگه شیطان برای مدتی او را رها کرد. یعنی بعدش دوباره اومده سراغش. کما که این دیگه حتما تو انجیل لوقاست. در شام آخر مسیح به شاگرداش میگه من خیلی اشتیاق داشتم که این شام رو با شما بخورم، چون شما کسانی بودید که در آزمایش های من با من بودیم. پس نشون میده که به حال مسیح در طول خدمتش مورد حمله بوده، ولی خب تو انجیل ها نیومده، ضرورتی نداشته. حالا فهیمه خانم به این شکل ممکنه تحت حملن. و فهیمه خانم اگر رساله پولس یا نامه پولس به افسوسیان فصل 6 رو مطالعه بفرمایید، اون وسطای فصل پولس راجع به جنگ روحانی ما صحبت میکنه و میگه ما جنگمون با خون و جسم نیست. یعنی چی؟ یعنی ما با انسانها جنگی نداریم. یعنی اگر مثلا امپراتور نرون در سال 60-65 میلادی مسیحی ها رو میریخت توی شهر روم، تو اون میدون بزرگ جلوی شیرها، پولس میگه نه فکر نکنید دشمن شما نرونه. خب این ظاهر قضیه است. ما جنگ ما با کیاست؟ با ریاست ها، قدرت ها، خداوندگاران دنیای ظلمت و فوج ها، یعنی لژیون های ارواح شریر. یعنی ما در اصل با اونها سر و کار داریم. پس خرفهیمه هم هیچ تعجبی نداره که تحت حمله باشن. ولی این که مرتب این خوابو میبینن، من فکر کنم که باید دعا کنید که خدا زنگ تفریحی بهتون بده، مثلا این تعداد دفعات این خوابها کم بشه. ولی خب خیلی جالبه که شما حتی قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارید از صلیب برای دفع شیطان استفاده میکردید، که واقعا درست‌ترین راه هم همینه. مثلا اگه مسیحیان سنتی مثل ارتدوکس ها و کاتولیک ها علامت صلیب میکشن که به نظر پروتستان ها خنده داره، خب برای اینی که ما نمیدونیم چرا کاتولیک ها و ارتدوکس ها این کار رو میکنن. در واقع این کار سمبل، نماد اینه که این افراد، این ایمانداران با ترسیم علامت صلیب خودشون رو پشت سپر صلیب و خون عیسی قرار میدن و این خیلی مهمه. خب اینه که خب فقط من میتونم توصیه کنم که شما دعا کنید که نه اینکه این خواب‌ها به طور کلی قطع بشه، چون ممکنه خدا این کار رو نکنه، ولی میتونید دعا کنید و انتظار داشته باشید که خدا از این تعداد دفعات کم کنه. خب دیگران هستن که مثلا ممکنه خوابهای ناجور دیگه‌ای ببینن، یعنی به قول بچهای کوچولو خوابهای بد ببینن و بعد وقتی بیدار میشن احساس گناه بکنن. خب یه عده دیگه مثلا ممکنه خواب ببینن که دارن عزیزانشون یا دوستانشون رو کتک میزنن. خب اینا همش پیچیدگی های مغز ماست و ما باید هر چقدر بیشتر زیر خون مسیح قرار بگیریم و فکرمون اصلاح بشه، تمیز بشه، این خواب هم که طبیعیه، زائیده ضمیر ناخودآگاه ماست، حتما کم میشه. به هر حال من تجربه‌ام اینطور بوده و
دانشمندان هم اینو تایید میکنن. درست. البته خوابی که فهیمه جان گفتن خب خدا رو شکر خواب خوبی هست، چون در آخر این هست که از این طریق میتونن خودشون رو دقیقاً پیروز بشن و شاید میتونه این خواب‌ها بعضی وقت‌ها یادآوری باشه برای ما، یعنی اینکه ما رو به یاد بیاره که از این طریق ما در حمله هستیم و از این از طریق واقعا کلام خدا و صلیب که حالا همون سمبل واقعا خون مسیح هست ما به پیروزی برسیم. آمین. یک استراحت کوتاه داشته باشیم عزیزان، برمیگردیم با ادامه صحبت‌ها و سوالات شما. یک خواهش از خدا دارم، آن را دائم طلبم، میخواهم با او باشم، فکرایش را دریابم، به جمالش خیره شوم، تا ابد با او باشم. خواهش از خدا دارم، آن را دائم طلبم، میخواهم با او باشم، فکرهایش را دریابم، به جمالش خیره شوم، تا ابد با او باشم، تا ابد با او باشم. خداوند نور و نجات من است، خداوند حافظ جان من است، از مشکل ترسی ندارم. خداوند نور و نجات من است، خداوند حافظ جان من است، از مشکل ترسی ندارم. Rabbimiz benim nicatımdır, Rabbimiz benim pənahımdır, müşkildən qorxum yoxdur da. Rabbimiz benim dayağımdır, o benim hafızdanımdır, müşkildən qorxum yoxdur da. Rabbimiz benim nicatımdır, Rabbimiz benim pənahımdır, müşkildən qorxum yoxdur da. Rabbimiz benim dayağımdır, o benim hafızdanımdır, müşkildən qorxum yoxdur da. Rab mənim ışığımdır, Rab mənim nicatımdır, kimdən qorxacağam? Hayatımın qalası Rabdir, kimdən hərasım olacaq? Hayatımın qalası Rabdir, kimdən hərasım olacaq? بله عزیزان، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ. ممنون از اینکه سوالاتتون رو میفرستید. حتما تا اونجایی که فرصت باشه سوالات شما عزیزان رو من از برادر آرمان عزیز میپرسم. اگر هم فرصت نشد در برنامه‌های آینده فراموش نکنید درخواست‌های دعاتون رو هم حتما بفرستید. برادر آرمان، چون ما الان یه مقدار صحبت کردیم در ارتباط با قضیه خداوندی عیسی و یه مقدار اشاره شد بهش، کامران عزیز از طریق فیسبوک سوالشون رو پرسیدن. فکر می‌کنم که جا داشته باشه که در این مورد یه مقدار توضیح بدین. گفتن که
یه موضوع رو من متوجه نمیشم. اگر عیسی مسیح خود خداونده و خالق همه چیز و قادر بر همه چیز و عالم بر همه چیز هست، پس چگونه تحت وسوسه شیطان و آزمایش قرار میگیره؟ من شنیدم که ایشان در عین حال که خود خداوند هستند لباس جسم پوشیده و انسان هم شدن و علی‌رغم اینکه در چند وجه نمودار شدن، ولی قدرت و توانایی ایشان تقسیم نشده و چند وجهی هم نشده و در تمام اشکال سگانه ایشان یکی بوده ولی در 3 وجه تحلیل میشن و گفتن که من در حال حاضر در حال مطالعه مسیحیت هستم. میدونم که در این باره زیاد صحبت شده، میدونم که خیلی مفصل هر جواب دادن به کامران عزیز، ولی اگر لطف کنین که توضیحی بدید که حالا مختصر و مفید که کامران جان هم بشنون. بله ممنون میشم. بله، به حال ایشون انگشت گذاشتن روی نکته‌ای که حتی ایمانداران قدیمی هم ممکنه درست درک نکرده باشن. کما اینکه حالا وارد جزئیات نمیشم، 2 نفر ایماندار قدیمی مشخصاً همین سوال از من کردن. در پاسخ باید بگم، برای که خلاصه بکنیم به سوالات بعدی هم برسیم، مسئله اینه که وقتی ایشون میپرسن عیسی خود خداونده، منظورشون، من فکر کنم اینی که بر بار 100 من تکرار میکنم و لازمه که مرتبم تکرار بشه، مسئله اینه که منظور ایشون از کلمه خداوند چیه، یا به عبارت ساده تر وقتی که ایشون میگن عیسی خداونده، عیسی خود خداونده، کلمه خداوند برای ایشون چه معنی میده؟ اون چیزی که در عهد جدید به کار رفته در یونانی و به فارسی، چه ترجمه قدیمی 100 و خورده سال پیش، چه این ترجمه 1009، اون کلمه ای که در یونانی به کار رفته و اینجا خداوند ترجمه شده، به معنی اربابه، نه خدا. و باز تکرار میکنم، مثلا گل سعدی شاعر 700 سال پیش وقتی در اشعارش کلمه خداوند رو به کار میبره، اتفاقا برای ارباب دهکده اونو به کار میبره که میگه خداوند جاه و نمیدونم چی بود. من شعر کاملش یادم رفته چون مال کلاس 4 دبستان بوده. خب پس وقتی میگیم عیسی خود خداونده، باید بپرسیم خب برادر عزیزم یا ایمانداران قدیمی، منظورتون چیه؟ یعنی عیسی خود خداست یا خداوند در معنی سعدیه، یعنی ارباب؟ خب ما حالا خلاصه میکنم، همونطور که فرمودید بارها این مسئله تکرار شده توسط برادران مختلف که وقتی ما میگیم عیسی خداونده، منظورمون اینه که عیسی اربابه. همونطور که برادران و خواهران مسلمان ما مثلا کلمه مولا رو به کار میبرن، مولا یعنی کسی که ولایت داره، یعنی حاکمیت داره. و وقتی ما میگیم توی ترجمه عهد جدید میگه عیسی خداونده، بلافاصله، ببینید توجه کنید، عجله نکنید در قضاوت کردن، بلافاصله منظورمون نیست که عیسی خداست. اول منظورش اینه که عیسی خداونده، یعنی اربابه، صاحب اختیار تمام عالم هستی است. دوم، وقتی گفتم عجله نکنید، در پاسخ این برادر عزیز و بقیه ایماندارانی که هنوز مشکل دارن، ما اگر بگیم عیسی خداست، گرچه از نظر الهیاتی، از نظر فنی اشکال نداره، نادرست نیست، ولی ممکنه غلط انداز باشه، هم برای دوستان مسلمان ما و هم برای ایمانداران. و اون اینه که وقتی ما میگیم عیسی خداست، منظورمون اشاره به تثلیثه یا سگانه باوری. من ترجیح میدم بگم سگانه باوری. خب ما به یک خدای واحد سگانه اعتقاد داریم، پدر، پسر و روح القدس.
که اینو برادران دیگه دانشمندان عزیزی مثل دکتر مهداد فاتحی، دکتر ساسان، دکتر کیوان تشریح کردن. پس وقتی ما میگیم عیسی خداست، منظور ما این نیست که عیسی این سه شخص تثلیث یا سگانگیه. عیسی یکی از اونهاست. و وقتی میگیم خدا جسم شد که غلط اندازه، منظور ما نیست که تمام خدا یعنی پدر، پسر و روح القدس جسم شد، بلکه فقط یک شخص دوم تثلیث، فقط اون جسم شد. و برای اینکه کامل بکنم، این شخص دوم یعنی پسر خدا کاملا هم الوهیت داره. یعنی سوء تفاهم نشه، من نمیخوام خدا بودن، الوهی بودن عیسی رو کم کنم، ولی باید توجه داشته باشیم که عیسی در کنار پدر و روح القدس خداست. اینا با هم خدان و گرچه هر کدومشون مستقلاً هم خدان، ولی وقتی میگیم عیسی، ایشون فرمودن جسم انسانی پوشید و اومد رو زمین، خب شاید تصورشون اینه که ما مسیحا فکر میکنیم خود خدا، یعنی این سه شخص همه جسم شدن اومدن رو زمین، طوری که وقتی عیسی رو زمین بود، چون خدا بود در معنی تثلیث، بازم خدا دیگه هیچ جای دیگه نبود. خب نه، ما این اعتقاد رو نداریم. وقتی که عیسی یعنی این شخص دوم روی زمین بودن، جسم نپوشیدن، جسم شدن، که این خودش معنی الهیات خیلی عمیق داره. این ایمانداران بدونن که خواهش میکنم هیچ وقت این اصطلاحو به کار نبرید که عیسی جسم پوشید. این اشتباهه. عیسی جسم شد. حالا تفاوتش چیه؟ ببینید خوشبختانه این آب همیشه تو لیوان کنار من هست. ببین این لیوانه، درسته؟ لیوانه، توش آبه، آبم آبه. آب لیوان نمیشه، لیوانم آب نمیشه. ولی وقتی میگیم عیسی پسر خدا، کلمه خدا جسم شد، اصطلاحی که تو کتاب مقدس همینطوری به کار رفته، هیچ جای نگفته پسر خدا جسم پوشید، میگه جسم شد. یعنی که آب و لیوان یه جا بودن. نمیشه گفتش که لیوان لیوانه، آبم آبه. نه، عیسی جسم، پسر خدا جسم شد و این یک رازه. خب چون بعضی ها فکر میکنن، و اصلا من نوجوان که بودم از بالای منبر به یه بار خوب یادم، معلم ما، شبانه ما که خیلی هم وارد و دانشمند بود، ایشون گفتش که دقیقاً خوب یادمه که من با اینکه نوجوان بودم و هنوز مطالعات الهیاتی مثل الان نبود، هرچه که الانم چیزی نیست، ایشون گفتن جسم عیسی جسم معمولی بود، اون روحی که توش بود پسر خدا بود. نه، ما مطابق شورای کالسدون که گویا هفته پیش بررسی شد، ما اعتقاد داریم که مجموعه جسم و روح عیسی، لوگوس، کلمه خدا، مجموعاً پسر خدا بود. گرچه 2 طبیعت داره ولی یک شخصه، که این بحث متفاوتیه. حالا شما ممکنه شاخ در بیارید و اتفاقا این سوالی که 2 ایماندار از جاهای مختلف از من پرسیدن عین هم بود. گفتم بعد مگه عیسی خداوند نیست؟ خود خدا نیست؟ گفتم خب بله. میخواستم ببینم چی میخوام بگم. گفتم پس وقتی عیسی رو زمین بود، وقتی دعا میکرد، فیلم بازی میکرد که شاگرداش دعا کردن رو یاد بگیرن، یا با خودش حرف میزد؟ گفتم یه دقیقه ببخشید، به قول سریال قدیمی اختاپوس، مومنت، به قول آقای پرویز صیاد، مومنت یعنی یه لحظه صبر کن. گفتم مگه شما تعمید نگرفتین؟ گفت چرا؟ گفتم قبل از تعمید مگه به شما راجع به تثلیث تعلیم ندادن؟
گفت چرا؟ گفتم مگه شما نشنیدین که ما به خدای واحد سگانه، یعنی خدای واحد تثلیث اعتقاد داریم، پدر، پسر، روح القدس. گفت بله. گفتم خب پس عیسی پسر خدا بود، شخص دوم یا اقنوم دوم تثلیث بود، ولی پدر کماکان در آسمان، حالا آسمان یعنی چی اون یه بحث دیگه است، کماکان در آسمان بود، روح القدس هم همه جا بود. پس عیسی به عنوان یک انسان، چون عیسی انسان شده بود، همونطور که در آسمان با خدای پدر حرف میزد، روی زمینم که بود با خدای پدر حرف میزد. یعنی چی؟ فیلم بازی میکرد یا با خودش حرف میزد؟ گفت آره بله درست میگید، ولی ما انقدر از رو منبر گفتن که خدا جسم شد، یا بعضی ها میگفتن، یادمه من ایران بودم اینو میشنیدم، تجسم خدا رو بهتون تبریک میگیم، در ذهن خود ایمانداران، حالا دیگه دوستان مسلمان که دیگه تفلک‌ها تقصیری ندارن، در ذهن خود ایمانداران این اشتباه، این برداشت اشتباه پیش اومده بود که آره عیسی کل خداست، حالا اگر این اصطلاح درست باشه. و وقتی عیسی رو زمین بود خدا دیگه هیچ جا نبود. نه، ما همچین چیزی اعتقاد نداریم. پدر در آسمان بود، تخت سلطنت، روح القدس هم همه جا بود، پسر فقط انسان شده بود. بله. مرسی، ممنون. بعد من جواب دادم به سوالشون. کامران عزیز، بله جواب دادن. اتفاقا شما جواب حمید رو هم دادین که چند هفته پیش این سوال پرسیده بودن، گفته بودن نمیدونم که وقتی دوستانم از من میپرسن که خدا جسم شد چجور توضیح بدم، و امیدوار هستم که حمید جان هم برنامه رو دیده باشن و متوجه شده باشن. یه تلفن داریم از ایران هستن، خیلی معطل شدن. کاش زودتر میگفتید. خواهشاً. شهاب عزیز، امیدوار هستم که هنوز برای خط باشید. سلام بر شما. عذرخواهی منو بپذیرید که مقدار عزیز و استاد آرمان دوست داشتنی، عید نوروز شما و تمام همکارتون تبریک میگم. امیدوارم سال خوش و خوبی رو خداوند برای همه مردم جهان رقم بزنه. آمین. یه سوالی کسی ازم پرسید، فکر کنم بهترین کسی که میتونه به این سوال جواب بده استاد آرمان عزیز هستن، چون بسیار زیبا مطالب رو به مخاطبین میفهمونن و باعث برکت ایمانداران میشن. خداوند در کلام خودش میگه همه حکومت‌ها به اراده من ایجاد شده و هیچ چیزی بر روی زمین از اراده من پنهان نیست. سوالم اینه، وقتی در کتاب مقدس میگه که همه باید مطیع قدرت‌های برتر باشیم، پس نیازه که به قوانین کشورهایی که در اون حضور داریم احترام بگذاریم. وقتی در کشوری مثل ایران ایجاد کلیسای خونگی ضد قانونه، پس نباید به سمت این گونه کلیساها بریم، چون اگه بخوایم بر ضد قوانین رفتار کنیم در واقع به کلام خداوند بی احترامی کردیم. حالا می‌خواستم نظر استاد آرمان عزیز رو بدونم در این مورد که آیا چنین استدلالی درسته، میشه بهش اعتماد کرد. ممنون میشم جواب بدن. ممنون. مرسی، تشکر از تماستون و سوالی که مطرح کردید. خدا نگهدارتون. مرسی. خدا. خب قبل از اینکه شما می‌خواستین یه نکته دیگر رو اشاره کنید. چی می‌خواستم بگم؟ قضیه جسم شدن خدا چی بود؟ در رابطه با سوالی که حمید عزیز هم پرسیده بود. بله، یادم نیست چی می‌خواستم بگم. جسم شد. بله. ببین من دوباره تکرار می‌کنم، گرچه از نظر فنی و الهیاتی اشتباه نیست که بگیم خدا جسم شد، ولی وقتی ما این رو میگیم، اونایی که واردن، مسیحیانی که واردن، بلافاصله این کلمه خدا جسم شد رو در چارچوب اعتقاد به تثلیث به کار میبرن. یعنی حواسشون هست که وقتی میگیم خدا جسم شد، پدر کماکان در آسمان بود، روح القدس در همه جا، پسر رو زمین بود برای مدت کوتاهی. و شاید اینو میخواستم بگم که مثلا بارزترین نمونش در انجیل ها زمانی است که عیسی مسیح خداوندگار ما تعمید گرفتن و وقتی که از رود اردن اومدن بیرون، روح القدس به صورت یک کبوتر
ظاهر شد و روی ایشون نشست که نشون میداد این همون مسیح موعوده. و بعد صدای یحیی قاعدتاً صدای از آسمان شنید که میگفت این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. خب پس ببین اینجا ما میبینیم که پدر از آسمان صحبت میکنه، پسر رو زمینه، روح القدس هم روش میشینه و از این نمونه ها چند باری هست. بله مرسی. خب جواب شهاب عزیز رو بدیم که گفتن که طبق کلام خدا گفته میشه که باید به قوانین و حکومت ها احترام گذاشت، ولی خب ما میدونیم که در ایران یک سری چیزها غیر قانونی هست، از جمله کلیساهای خانگی. باید چی کار کرد در چنین مواردی؟ خب ببینید اول به اصول بپردازیم. برخلاف ادعای شیطان وقتی که خداوندگار ما مسیح رو وسوسه میکرد، گفتش که ببین این حکومت ها رو میبینی، چون نشون داد به عیسی، گفت همه اینا به من داده شده. خب حالا ما یا باید حرف شیطان رو باور کنیم یا به یادمون بیاریم که شیطان دروغگو و پدر دروغ هاست. خب چون که چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید خدای تثلیث بی چون و چرا، بدون تردید حاکم و فرمانروای عالم هستی بوده، هست و خواهد بود. اگر شیطان الان روی زمین شیطنت هایی میکنه، این هم با اجازه خداست. برای همین در عهد جدید و همینطور در عهد عتیق، خصوصا رساله رومیان فصل 13 چند آیه اول، بعد من این تیموتائوس رو همیشه یادم میره، نمیدونم این چرا تو مغز من جا نمیفته. بله، اول تیموتائوس فصل 2 سه تا آیه اول و همینطور رساله اول پتروس فصل 2. حالا اون آیات وسطی. به حال ما دستور داریم که از حکام، فرمانروایان و پادشاهان اطاعت کنیم و بهشون احترام بذاریم. این دیگه کاملا مسجله، این تعلیم مشخص کتاب مقدسه. بیادم من پارسال چند ماه پیش بود که یه صحبتی من اینجا کردم در مورد رأی دادن در ایران، که بعد فرداش دیدم قشنگ اون قسمتی رو که من از رهبر ایران عنوانی که برای ایشون به کار برده بودم به مزاق خیلی خوش نیومده بود و اون قسمت رو کلیپ کرده بودن، رو فیسبوک گذاشته بودن که آقای آرمان رشدی یه همچین عنوانی برای شخص اول مملکت به کار برده و 2-3 هزار تا فحش و ناسزا گفتن. منم در جواب یکیشون که این پست رو گذاشته بود فقط گفتم به این آیات رو بخونید. بعد یه عده تماس گرفتن گفتن خب منظور پولس و پتروس پادشاهان مسیحی بوده. گفتن نرون امپراتور روم که پولس و پتروس در زمان اون زندگی میکردن و مسیحی ها رو مینداخت جلوی شیرا، و پتروس و پولس هر دو میگن آره از همین نرون اطاعت کنید، احترام بذارید و براش دعا کنید، براش شکر کنید، مطابق اول تیموتائوس فصل 2. پس اونم مسیحی بوده. عجب، چه بامزه. خب به حال این دستور کلام خداست. ما باید از قانون اطاعت کنیم، اما از خدا باید بیشتر اطاعت کنیم. خب حالا ببینید، من نمیدونم امروز تو ایران چی میشه کرد، ولی ایران تنها مورد در تاریخ نیست که درش تجمع مسیحی و پرستش مسیح خدا ممنوع بوده. در خود امپراتوری متمدن روم تا قرن 4 یعنی سال 312 مسیحی ها تحت جفا بودن. برای همین حالا به امید خدا شما تشریف ببرید روم، ایتالیا، بیرون شهر محل تجمع
مسیحیان شهر روم هست، بهش میگن کاتاکومب. من با بچه‌ام رفتیم حتی اونجا رو دیدیم، وحشتناک. یعنی کاتاکومب ها دالون‌های زیرزمینی پیچ در پیچن، خب که رومی ها ازش به عنوان مقبره استفاده می‌کردن. یه راهروی مثلا شاید 1.5 متر، عرض 1.5 متر تو دل خاک در عمق زیاد و حفره کرده بودن دیوار رو و تابوت ها رو گذاشته بودن توی این حفره ها، طبقه. اسکلت بعضی هم هنوز اونجا بود و باستانشناسا پیدا کردن در کجای این کاتاکومب ها تو اون زیرزمین، دالان‌های زیرزمینی مسیحی‌ها تجمع می‌کردن. و برای اطلاع دوستان ما در ایران که هم تشریف میبرن جلسات خانگی که خیلی خوبه و علاوه بر اون هی انجیل و اینا پخش میکنن، این مسیحی‌ها، نمیگم اونو درست میکردن ها، هیچ کس رو بین خودشون راه نمیدادن مگر اینکه روش به طور انفرادی بیرون کاتاکومب ها کار کرده باشن، مطمئن باشن طرف جاسوس نرون امپراتور نیست، بعد می آوردنش کاتاکومب ها. در ضمن این کاتاکومب ها اگر حتی امروز کسی راهنما نداشته باشه طوری گم میشه که محال راه بیرون اومده، اصلا یه چیز وحشتناکه. خب و فقط مسیحی ها میدونستن از کدوم قسمت ها باید برن که به جای مخصوص تجمع خودشون برسن. در نتیجه اگر یه نفر مثلا مأمور روم میخواست اینا رو پیدا کنه نمیتونست، گم میشد و اونجا میپوسید میمرد. خب اونا این کار رو میکردن. در زمان اتحاد جماهیر شوروی خب ظاهراً کلیساها اجازه داشتن جلسه تشکیل بدن، ولی خادمین و شبانا میبایستی تحت نظر حکومت شوروی، حکومت کمونیستی خدمت میکردن و لیست همه اعضا رو میبایستی میدادن. به این ترتیب کلیساها در ظاهر باقی موندن. وقتی اتحاد شوروی در اوایل دهه 90 یعنی 26 سال پیش فرو پاشید، این کلیساها موجود بودن. خب اما همه اینها جلسات زیرزمینی داشتن که خود ماموران کاگبه نمیتونستن پیدا کنن. چرا؟ چون برخلاف جلسات خانگی ایران واقعا زیرزمینی بودن. فقط خودشون میدونستن کی هست و آدم جدید راه نمیدادن. نمیگم درسته، نمیگم اشتباه، میگم اینا این کار رو میکردن. خب ولی من میشنوم که تو ایران خب طرف یه ایماندار یه نفر رو تو خیابون پیدا میکنه، میبره جلسه خانگیشون که قاعدتا باید زیرزمینی باشه، خب طبیعتا بعد از یه مدت میریزن میگیرن. حالا این به هر حال این جلسات خانگی یا جلسات زیرزمینی در ایران غیر قانونیه. این که حالا در آینده، یعنی مثلا یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه چطور این باید ادامه پیدا کنه، من نمیتونم اظهار نظر کنم. باید اونهایی نظر بدن که مدیران این شبکه‌های یا گروه‌های جلسات زیرزمینی یا خانگی هستن که یه راهی باید بیاندیشن یا بذارن این آزاد همینطوری ادامه پیدا کنه. آزاد منظورم اینه که هر کدوم از اعضای این گروه‌های خانگی هی افراد جدید رو ببرن اون تو، یا اینکه اکیداً ممنوع کنن که افراد جدید بیان و فقط افراد خودشون مسیحی‌ها اونجا جمع بشن. اینو من واقعا نمیدونم، ولی به هر حال این جلسات، این کلیسای خانگی باید ادامه پیدا کنه و حالا در آینده چه شکلی به خودش خواهد گرفت واقعا این در حیطه
معلومات من نیست و من نمیدونم، چون مثلا با این چیزا سر و کار ندارم. درست. اینه که در واقع بله ایشون باید برن قانون خداوند هست، بله، مورد احترام که هست و پتروس رسول به کاهنا که گفتم ما شما رو قدغن میکنیم که دیگه به نام عیسی به رستاخیز او موعظه نکنید. پتروس گفت خدا رو باید بیشتر از شما اطاعت کرد. درسته. از این نظر کلام خدا روشنه، ما باید به حکومت‌ها و رهبرانشون احترام بکنیم و براشون دعای خیر بکنیم، شکرگزاری بکنیم، اما با توجه به اینکه دستور خدا بالاتر از قوانین مدنی یه مملکت میتونه باشه. مرسی، ممنون. بعد درست گفتم؟ بله عالی بود، مرسی، ممنون. یه استراحت کوتاه دیگه داشته باشیم، برمیگردیم در ادامه صحبت ها. با ما همراه باشید. Sitting in my room with broken heart, I remember all those evil thoughts, how I felt like hurting you 'cause you'd ripped my heart apart. Life was pointless, I had given up. I remember how I wished the worst for your life. I was full of anger all the time. With my tears I'd cry to God, asking all those whys. The wounds you caused me all were open wide. How my flesh desires to take revenge, but I choose to do what Jesus did for me. Forgive you for all that you have done. I forgive you for all the pain you've caused. Though the pain's not gone, all the scars are there, but I forgive you for all that you have done. I remember lying down trying to go to sleep. It was the only time I'd get some peace. Otherwise I would think of you and the past would hunt me down. In my sorrow and hatred I'd be drowned. You took away so much and I can never take it back. You made me fatherless, an orphan child. Oh, I thought if I forgave, I'd be free for life. But all those feelings are coming back. How my flesh desires to take revenge, but I choose to do what Jesus did for me. Forgive me for all that you have done. I forgive you for all the pain you've caused. Though the pain's not gone, all the scars are there, but I forgive you for all that you have done. I forgive you for all that you have done.
بله بسیار موزیک ویدیو زیبایی بود و خیلی تاثیرگذار. در ارتباط با همین موضوع هم اگه اشتباه نکنم مکلیس عزیز از طریق ایمیل سال نو رو تبریک گفتن و گفتن که من چند وقتیه که برنامه‌های شما رو هر از چندگاهی دنبال می‌کنم. از خیلی سال پیش هم با کتاب‌های دینی مثل تورات، انجیل و قرآن آشنا بودم و مطالعه کردم، اما به جرئت میتونم بگم تنها فرستاده خدا که هیچ وقت جنگ نکرده عیسی مسیحه، تنها فرستاده خدا که حتی زیر شکنجه برای دشمنانش دعا میکرد عیسی مسیحه. همین و بس. آمین. ممنون، مرسی دوستان عزیز. اما نوران عزیز رو داریم از آلمان، بر روی خط هستن. سلام بر شما نوران جان، سال نوتونم مبارک باشه. سلام علیکم. سال نو هم به شما و همکاران عزیزتون تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی رو شروع کنید و سال پربرکت. مرسی. ممنون نوران جان. میشنویم از شما. من 26 سالمه. بعد اینکه قبلا سالهای سال غرق گذشته بودم و غرق مشکلات گذشته‌ای که واسم خانواده‌ام درست کرده بودن و از این خانواده فوق‌العاده مذهبی هستم. یعنی فوق‌العاده مذهبی که همشون روحانی هستن. بعد اینکه و خودم توی اون خانواده خیلی مذهبی، توی اون فامیل خیلی مذهبی خود من بی ایمان بودم و به هیچ ایمان نداشتم، چون چیزی تو اونا ندیده بودم که بخوام ایمان بیارم و اصلا برای من همه کاراشون مسخره بود به نظرم اون زمان و میگفتم خدایی وجود نداره که من بخوام بهش چیز کنم. میگفتم اون ساخته ذهن شما هاست که شماها بهش ایمان دارید و دارید برای خودتون بزرگش میکنید. بعد من به طور خیلی اتفاقی قبلش بهتون بگم که من با یه آقای آشنا شدم و نامزدم شعبان هستن، شعبان کلیسا بودن. من به خاطر یه موقعیت هم میرفتم کلیسا میمدم و این آقا به من پیشنهاد ازدواج میده و من قبول میکنم چون واقعا مرد خیلی خوبی بود و من نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی تو زندگی من میفته که من همینجور یک نفر انگار منو قول میداد به این که مثلا من این انتخابو بکنم و من این انجام بدم. من که اصلا با آدمای ایماندار یا با آدمایی که بودن زیاد رابطه خوبی نداشتم، من اینو قبول میکردم و خیلی نامزدم انسان خیلی خوب و اینکه خیلی رابطه خوبی هم با هم داشتیم و به من میگفت نونان من یکی رو میخوام تو زندگیم بیاد که ایمان داشته باشه و گفتم که باشه من ایمان دارم و گفتش که من توی ایمان تو کار میکنم تو قوی بشی و پا به پای من خدمت بکنی. ولی من تو دلم میخندیدم همش، گفتم نه من یه کاری میکنم که تو بیای تو تیم من. بهش نمیگفتم ولی همیشه تو دلم تو ذهنم یه همچین چیزی بود که من به این ثابت میکنم خدایی وجود نداره و بهش ثابت میکنم که این داره سخت و اشتباهه، که داره دعا میکنه هر روز برای من. و من خیلی اتفاقی توی چند وقت پیش رفته یکی از کلیساهای فارسی زبان دعوتمون کرده بودن و هممون رفتیم توی کلیسا و یک سرود خوندن و نمیدونم قلب من واقعا همون لحظه به طوری گرمایی رو حس کرد و احساس میکرد سر تا پای من اصلا مال خود من نبود اون لحظه و یه گرمایی رو حس میکردم، دستام یخ شده بود. فقط اون لحظه اونجا که منو گرفتن کشیدن رفتن یه طرف که بلند شدم. الو صدای من میاد؟ بله میشنویم نوران. بلند شدم رفتم اونجا به یه آقای اونجا گفتم که میشه من شهادت بدم؟ گفتش که آره میرم. برای چی میشه؟ گفت فقط تعجب کرد حتی همون آقا با شناختی که نامزد من داشت تعجب کرد و گفتش که تو ایمان نداری؟ گفتم نه من الان همین لحظه ایماندار شدم و آزاد شدم و انقدر انگار یک دفعه منو بلند کرد و رفتم اونجا شهادتمو دادم و همین لحظه من آزاد شدم و برای آزادیم دعا کردم
که از شر بی ایمانی راحت شدم، از اسارت آزاد شدم و آزادی که سالهای سال دنبالش میگشتم و من به دست آوردم. نامزد من میدونست من بهش دروغ میگم، ولی اون خداوند تو قلبش انداخته بود که من همون لحظه که شهادت دادن فهمیدم که نامزد من میدونست من مدت‌ها بهش دارم دروغ میگم و فقط برای من شبانه روز توی دعا بود و دعا میکرد برای من، به خاطر اینکه من ایمان بیارم یا قلب من لمس بشه به هر طوری که شده و حتی یک کلمه به من نگفت که نورم تو چرا مثلا دروغ به من میگی، من میدونم تو ایمان ندارید، من میدونم تو بی ایمانی اومدی تو زندگی من. خب و حتی یک بارم از ذهنش داشتم و انقدر بزرگواری کرد، انقدر این مرد بزرگواری که فقط برای من دعا میکرد و من توی دلم متاسفانه فقط میخندیدم، میگفتم این چرا دعا میکنه، من به این ثابت میکنم خداوندی وجود نداره. برای خداوند جواب دعاهاشو داد و قلب من لمس شد و من از اسارت‌های گذشته یا اون بی ایمانی نجات پیدا کردم و آزاد شدم. خدا رو شکر. واقعا خیلی ممنون نوران عزیز، مرسی از شهادتی که دادین. ممنون واقعا، خدا رو شکر واسه وجود خودتون و همچنین نامزدتون و تمام ایماندارانی که واقعا با ایمان پیش میرن و دعا میکنن. خدای ما خدای غیر ممکن است و واقعا هر دفعه که ما از اینجور شهادت ها میشنویم لمس میشیم و بسیار بنا کننده است. مرسی نوران عزیز از تماس. فضای کلیسا طوری شده بود که تمام فضای کلیسا طوری شده بود که وقتی من صحبت میکردم همه فقط گریه میکردن و همون لحظه من به زانو اومدم که گفتم من بعد از این قلبم و روحم و زبانم و این بدنی که خداوند به من هدیه داده رو من فقط برای خدمت به خداوند میذارم و بعد از این من فقط برای این زندگی میکنم که خدمت کنم و برای جلال نامش بعد از این از زبانم استفاده کنم و از دستام از پام همه زندگیمو برای جلال نام خداوند بذارم. آمین آمین. مرسی ممنون نوران عزیز از تماستون، واقعا متشکر هستیم از اینکه شهادتتون رو با ما در میون گذاشتین. خدا برکتتون بده، ما هم برای شما در دعا خواهیم. خدا رو شکر واقعا. مرسی ممنون، تشکر. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. برادر آرمان عزیز، من سریع سوال رضای عزیز رو بپرسم که از طریق فیسبوک پرسیدن. گفتن که یه مشکل خیلی بزرگ در پیش دارن. گفتن که در سال روز مصلوب شدن خداوندگارمون عیسی مسیح به جشن عروسی دعوت شدم. چی کار کنم؟ آیا باید از شرکت در این عروسی خودداری کنم یا اینکه اشکالی نداره چون خداوند ما زنده هست؟ آمین. بله. خب من واقعا نمیتونم برای ایشون تعیین تکلیف بکنم، ولی میتونم یک دو تا اصل بگم. اصل اول که شما حتما با من موافق خواهید بود اینه که ما در مسیحیت عزاداری نداریم. یعنی حتی با اینکه جمعه الصلیب یعنی روز مصلوب شدن مسیح رو که امسال میفته 12 ماه آوریل، یعنی 2 جمعه آینده، خب ما عزاداری که نمی کنیم. گرچه در بعضی از کشورهای کاتولیک مثلا اسپانیا آره خب یه مقدار یه مراسمی اجرا میکنن در این روز که ما ایرونی ها رو به یاد روز عاشورا و عزاداری حسینی میندازه، ولی خب معمولا در طول تاریخ اینطور نبوده. چون گرچه واقعه مصلوب شدن بسیار دردناک بود، هم از نظر روحانی برای خداوندگار ما مسیح و هم از نظر جسمی، ولی خب ما میدونیم که ایشون به چه منظوری این کارو کرد و مهمتر از همه اینه که میدونیم روز سوم یعنی جمعه بعد از ظهر تمام شنبه و صبح یک شنبه زود ایشون زنده شدن. پس کلا در مسیحیت جایی برای عزاداری نیست و حتی پولس در مورد ایماندارانی که مردن به ایمانداران تسالونیکی
در شرق یونان امروزی نامه که نوشته میگه ببینید من نمیخوام شما مثل بی ایمانا که امید ندارن به خاطر از دست دادن عزیزتون غمگین بشین و ناامید بشین، چون که وقتی مسیح برگرده اول اون مرده ها زنده خواهند شد با بدن جدید، اول اونها به آسمان میرن برای استقبال از مسیح و بعد ما که زنده ایم خواهیم رفت. پس ما عزاداری نداریم. در نتیجه حالا من نظر شخصیمو میگم، حالا شما نظرتون رو لطفاً بگید چون مهمه که من بدونم شما چطور نگاه میکنید. چون ما عزاداری نداریم، گرچه اون روز رو باید محترم بشماریم، ولی من تصور نمی کنم واقعا خدا ناراحت بشه که ایشون برن به این جشن عروسی، چون به هر حال اینم یک وظیفه است. خب حتما کسانی که ایشون رو دعوت کردن یا خیشان نزدیکشون هستن و اگر ایشون نرن ممکنه خدای نکرده ناراحت بشن، اهانت حساب کنن. اینه که من نظرم اینه. من فکر می‌کنم یه تصمیم شخصی هست دیگه، بر اساس اینکه من خودم چه احساسی میکنم. ولی خب باید اینو در نظر داشته باشیم که این یه وقت خدای نکرده احساس گناه نکنیم. بله. چون این احساس گناه میتونه دچار مشکل کنه ما. ولی خب من بر اساس اینکه حالا خودم چجوری راحت تر هستم، اگر فکر میکنم که باید اون روز رو حالا به یک مجلس شاد نرم، خب این کار رو انجام بدم. اگر که نه فکر میکنم که یه چیزی نباشه که حالت اجبار باشه، چون بعضی وقتا ما یه تصمیماتی میگیریم ولی از روی دلمون نیست، به خاطر اینکه حالا اجباره یا خدا گفته یا نمیدونم اطرافیان چی میگن یا قانون اینو میگه، این فایده ای نداره. ولی اینکه واقعا دل من چی میگه و بر اساس دلم پیش برم، فکر میکنم این مهمترین چیز باشه. بله دقیقاً، خیلی قشنگ گفتید، خیلی ممنونم. این فرمایش شما منو یاد تعلیم پولس رسول در رساله رومیان انداخت که شما خیلی نکته مهمی رو گفتید که من عرض کردم که ما در مسیحیت عزاداری نداریم و قانونی هم نیستش که مثلا اون روز شبش مثلا بریم توی مجلس شاد. خب ولی همونطور که شما فرمودین و کاملا درسته، آخرالامر این وجدان من یا این دوست عزیزمونه که تعیین میکنه که باید برن یا نباید برن. اگر برن و با وجدان ناراحت برن، احساس کنن که دارن گناه میکنن، پولس میگه بهتره نری، چون اگر کاری رو از رو ایمان نکنی گناهه. ولی اگر نرن و به خاطر نرفتن احساس گناه بکنن، اونم بده، بهتره برن. پس رومیان فصل 14 من 1-2 آیه میخونم. آیه 5: کسی یک روز را از دیگر روزها مقدستر میشمارد، فردی دیگر همه روزها را یکسان میپندارد. هر کس در ذهن خودش کاملا متقاعد باشد. آنکه روزی خاص را مهم میشمارد، برای خداوند چنین میکند. آنکه میخورد برای خداوند میخورد، زیرا خدا را شکر میکند و الی آخر. بعد یه چیزی که خیلی جالبه، اگه بتونم این آیه رو الان بلافاصله پیدا کنم، میگه آیه 14 میگه من در عیسی خداوند میدانم و متقاعد هستم که هیچ چیز به خودی خود نجس نیست. اما اگر کسی چیزی را نجس میشمارد، برای اون نجس خواهد بود. یعنی همونطور که شما فرمودید آخرش برمیگرده به وجدان این دوست ما. اگر ایشون فکر میکنن برن مرتکب گناه شدن، یعنی مرتکب گناه میشن، بهتره نرن. و بله این یه آیه هست که من بله میگه اما اگه کسی
درباره خوردن خوراکی دچار تردید است. بله. چون بین مسیحیان اون زمان اختلاف بود که یه عده فکر میکردن فقط باید سبزیجات بخورن، یه عده میگفتن نه گوشتم میتونیم بخوریم و اینا همدیگر رو محکوم یا تحقیر میکردن. میگه اما کسی که درباره خوردن خوراکی دچار تردید است، حالا میتونیم اینو به کار ببریم برای همین رفتن عروسی، اگر آن را بخورد محکوم میشود، چون تردید داره، زیرا با ایمان نخورده است و این مهمه، آنچه از ایمان نباشد گناه است. پس این برادر عزیز ما باید خودشون جواب بدن که ایشون چی احساس میکنن. کتاب مقدس خلاف این نمیگه. همین در رومیان میگه خوشی کنید با خوشحالان، ماتم کنید با ماتمیان. ولی اگر ایشون وجدانشون ناراحت میشه و در نتیجه با ایمان نمیرن اون مجلس عروسی، پس بهتره نرن. مرسی، ممنون برادر آرمان. مهرداد هم سوالی پرسیدن و گفته که آیا یاران عیسی مسیح کتاب انجیل رو نوشتن؟ یعنی اینکه بعد از اینکه عیسی به آسمان رفت یارانش جمع شدن و انجیل رو که از گفتار و کارهای عیسی بود نوشتن، یا اینکه خود پسر از پدر انجیل رو گرفت؟ بله، خب فکر کنم این بارها مورد بحث قرار گرفته که نخیر، عیسی مسیح هیچ وقت کتابی ننوشت و انجیل کتابی نبود که مثل کتاب بعضی دیگه از ادیان از آسمان نازل شده باشه. انجیل یعنی خبر خوش، یه کلمه یونانیه، اونگلیون یعنی خبر خوش، یعنی مژده. خب مژده خود مسیح بود، نه کتاب. خب در وقتی که مسیح به آسمان صعود فرمودن، رسولان 10 روز بعدش، یعنی روز پنتیکاست که معجزه‌وار روح القدس کلیسا یعنی جمع ایمانداران رو تأسیس کرد، از اون روز به بعد شروع کردن، از اورشلیم شروع کردن. خیلی طول کشید البته، من خلاصه میگم، فکر نکنید یه هفته و یه ساله این خیلی سالها طول کشید که اینها به نقاط مختلف دنیا سفر کردن و انجیل رو، نه کتاب رو ها، پیام خبر خوش رو به تمام دنیا رسوندن، تا امپراتوری اشکانی در شرق، تا هندوستان و تا منتهی علیه سرزمین های امپراتوری روم یعنی بریتانیا. خب ولی کتابی در کار نبود. انجیل پیام شفاهی رسولان بود. یعنی اونا انجیل رو نه به صورت نوشته بلکه به صورت شفاهی ارائه میدادن. اما ایشون نکته خیلی زیبایی گفتن، قاعدتاً گرچه هیچ سندی در این مورد نیست، تو این کتابم این ذکر نشده، ولی عقل سلیم حکم میکنه که این نتیجه رو بگیریم که بعد از صعود مسیح به آسمان در یه مقطعی، حالا کی نمیدونیم، رسولان جمع شدن، اونایی که شاهدان عینی بودن تصمیم گرفتن که چه نکاتی رو از تعالیم عیسی، از معجزاتش و خصوصا هفته آخر و مصائب عیسی، شام آخر که خیلی مهم بود، مصلوب شدن و رستاخیز عیسی مسیح، به مردم تعلیم بدن، نه اینکه بنویسن. در نتیجه چون عیسی خیلی کارها کرده بود، خیلی چیزها گفته بود، در نتیجه اینا قاعدتاً باید سر یک محتوای مشخص تصمیم گیری میکردن و همونو میگفتن. اما چون تصور رسولان این بود که عیسی مسیح در زمان زندگی خودشون برمیگرده، نیازی به نوشتن این پیام نمیدیدن. میگفتن خب ما که زنده ایم، مسیح هم به زودی برمیگرده.
بعد یواش یواش که از دهه 50 میلادی گذشت، سال 55 60 و یواش یواش رسولان اکثرا شهید می شدن. اونهایی که باقی مونده بودن مثل پتروس و دیگران، متی، تشخیص دادن که ممکنه مسیح در زمان زندگی خودشون نیاد، پس یواش یواش شروع کردن به نوشتن اون پیام شفاهی و طبیعتا اسمش شد انجیل، در ضمن اینکه بقیه رسولان هم مثل پولس، خصوصا پتروس، نامه ها رو، رسالات رو می نوشتن. درست. مرسی، ممنون. برادر آرمان دیگه فرصتی نداریم سوال دیگه یا مطرح بشه، اما وقت دعا هست برای عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو برای ما فرستادن. پس تا چند لحظه دیگه برمیگردیم با تک تک دعاهای شما عزیزان. بله دوستان عزیز، خیلی فرصت نداریم، خیلی سریع من میرم سراغ درخواست‌های دعا که محبوبه عزیز خواستن دعا بشه براشون. همچنین ریحانه دوست عزیزمون که برای مشکلات مسکنشون خواستن دعا بشه، شهلا، ندا، خواهر افیک از ارمنستان، نرگس، الهه، مصطفی رضا شهرزاد، جانت، مینو، امیر حسین، محمد معصومه، ناهید، اسماعیل، نوران، زهره و فریبا، تک تک این عزیزان درخواست‌های دعاشون رو فرستادن. اگه برادر آرمان برای این عزیزان در دعا باشین ممنون میشم. ای پدر که هر زانویی در آسمان و زمین به نام تو خم میشه، به حضور تو میاییم، این درخواست‌ها رو به حضور تو میاریم با ایمان به اینکه تو هر دعایی رو میشنوی و فقط ما از تو خواهش میکنیم که نه فقط بشنوی بلکه اونها رو طبق ارادت و اون شکلی که تو صلاح میدونی و در زمان مقرر طبق ارادت برای این عزیزان انجام بده، مشکلاتشون رو حل کن، بیماریاشون رو شفا بده خداوندا و بهشون سعادت عطا بفرما. به نام خداوندگار ما عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین. آمین. خیلی ممنون. تشکر برادر آرمان از حضورتون در برنامه و همه شما عزیزان که با ما همراه بودید. دوستان این قول رو به شما میدم که در فرصت مناسب حتما برای شما عزیزان بیشتر در دعا خواهیم بود. اما تکرار برنامه رو میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد به وقت ایران و روز شنبه ساعت 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید. خوشحال میشیم که از طریق فیسبوک همراه با شما با ما همراه باشید. برنامه ها رو میتونید به صورت ضبط شده تماشا کنید و اگر همچنان نظری دارید، صحبتی دارید، از طریق راه‌های ارتباطی میتونید با ما در تماس باشید. از طریق ایمیل همراه با شما هم همینطور. ممنون، شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. شب بخیر. رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه، میشه همراه شما پل بزنی از سیاهی به سفیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید.